بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز میکنه این پریوی درس گذاشتم. ما گفتیم که ما ماژول خواندیم در درس گذاشتم. گفتیم که سی نوع ماژول داریم که یکی عبارت از کور ماژول است، دیگه عبارت از ثird party ماژول است، دیگه عبارت از دیولپر ماژول است که دیولپر با ماژول خودش است عبارت از کوری است که یک کار به انجام میرساند و همچنین در جاوا اسکریپت هر فایل ما ماژول گفته میتونیم که ماژول از جاوا اسکریپت توسط اینپورت و اکسپورت داده میتونستیم و در نود جیس وقتی که میخوایم که یک ماژول اینپورت دیگه ماژول بسازیم ما از ریکوایرد فانکشن استفاده میکنیم و کدام کوری که میخوایم کور اکسپورت بسازیم که دیگه فایل ها اینپورت شده به خاطر ما ماژول دات اکسپورت استفاده میکنیم. گفتیم که در جاوا اسکریپت اینپورت و اکسپورت استفاده میشه در نود جیس ریکوایرد فانکشن استفاده میکنیم و ریکوایرد فانکشن گفتیم که یک فانکشن نود جیس میباشه که نود جیس خودش یک پروگرامینگ لنگویج نیست، یک ران تایم جاوا اسکریپت است و ریکوایرد فانکشن گرچه بسیار ساده به ظاهر ساده به نظر میرسه ولی در بک‌گراند بسیار کارهای زیادی انجام میشه تا ما یک ماژول را در ماژول وارد کنیم که او پروسس هایی که در بک‌گراند ریکوایرد فانکشن اجرا میشن او در اینجا 5 استیپ دارد. یکی ریزولو لینک انبلدینگ باشه که توسط ریزولو انبلدینگ یک فایل لود میشن، یعنی ما شما خاطر است یک فایل ریکوایرد فانکشن میتونیم و ریکوایرد فانکشن میره اونم کوری که نوشته شده در اونم فایل او را لود میسازه یا از فایلی که پورا کد اکسپورت شده او را لود میسازه. وقتی که پورا لود ساخت بعد دیگه میره به مرحله رپینگ و چطور لود میسازه او را گفتیم که اول میاد ریکوایرد فانکشن در اینجا ما نام فایل ماژول نوشته کرده باشیم اول میره ایره به کور ماژول میبینه ماژولی که همراه این جیس میباشه و ما ضرورت نداریم که اینستال بسازیم یا خود نوشته کنیم در اینجا میبینه در اینجا پیدا نکرد میره در ثird party ماژول میبینه وقتی که این جیس میفهمه قد نام فایل است و این امکان داره یا در کور ماژول است یا در ثird party ماژول. ثird party ماژول گفتیم که توسط npm باید اینستال کردن میتونیم و بعد از اینکه اینستال شده جیس کار کنیم و اگر در اینجا پیدا نکرد باید بودیم که اگر به جای نام ماژول فقط نوشته شده باشد پس به این معنی که به داش کلیک کرده باشد فور اسلش و نزدیک مسیر اون فایل نوشته شده باشد باید میره از دیولپر ماژول او را لود میسازیم ماژولی که خود دیولپر ساخته که شما پتل و مسیر میل کنید مسیر یا پس عبارت از آدرس است که در اینجا فایل قرار دارد و در اینجا اگر نام فایل نوشته شده باشد میره اون فایل مشخص لود میشه که در اینجا شما میبینید که مثال که ./lib controller در این شما میبینید که نام فایل نیست فقط نام فولدر در اینجا نوشته شده. وقتی که نام فایل نباشه و نام فولدر باشه نود جیس به صورت دیفالت در این فولدر میبینم و اگر در این فولدر index.js فایل بود میره به صورت دیفالت و دیگه هر قدر فایل باشه این کار میکنه next index.js بعد این مرحله خلاص شد مرحله میره در رپینگ در رپینگ پول که لود شده در if فانکشن immediate input فانکشنی که به صورت دیفالت او کال میشه و در if فانکشن 5 دانه آبجکت دسترسی داره یا 5 دانه آبجکت به این انجکت شده که یکی عبارت از اکسپورت است ریکوایرمنت ماژول است فایل است و دیتا ریکوایرد فانکشن یکی ریکوایرد ماژول است که توسط ریکوایرد ماژول اون کد لود میشه و این فانکشن وارد میشه دیگه ماژول است ریفرنس به پرنت ماژول کدام ماژولی که ما اون ریکوایرد میسازیم اون بحث ریفرنس میشه و اکسپورت differential model export used to export object from module export توسط export ما یک ماژول اکسپورت میسازیم یک اکسپورت میسازیم با اون قیمت میاد این فانکشن و دیگه فایل ما توسط این ابسولوت پات است شما میفهمید یا ما دو نوع شما پات دارید یا مسیر دارید یک والیدیتی پات است دیگه ابسولوت پات است والیدیتی پات به این معنی که تکمیل نباشه و ابسولوت پات یعنی مسیر دقیق یا فایل ما ابسولوت پات میگه
agar مثال بهش می‌دم بهش می‌دم حتی مسیر است ساده بهش می‌دم بهش می‌دم که مسیر این باید با کجا قرار دارد و privacy user ID desktop feature keyword project نمیشه بیرون این مسیر است و این مسیر است که خلق شده ایران مثلا یک بخش موجودی رو موجودی شبان می‌گیره ولی حساب می‌کنه مسیر داشته می‌گیره مسیر حساب می‌کنه the file name on an absolute pattern و direct name of the current module to directory is a directory of the current module query हम directory name module current وقتی خود ما لو شد بعد از یک فانکشن وارد شد بعد از این در این دفعه اجرا نمیشه در بادی فانکشن اجرا میشه وقتی در بادیش وارد شد این میشه اجرا میشه وقتی شد بعد از فانکشن میره در ریترن اکسپورت در ریترن اکسپورت شما میتونید که هر موضوع ما که تعریف میکنید یا باید تعریف میکنید و اگر بخواید که در دیگه جای استفاده شود از فانکشنش موضوع ما اکسپورت بسازید و وقتی یک ماژول کورش اجرا میشه طبعا اون مشهوری که اجرا شدگی نتیجهش اکسپورت میشه که نتیجهش اکسپورت شد در هر فایلی که او را ما امپورت کردیم در این میتونیم که لیست فرست و وقتی که اکسپورت میشه این میشه میاد به طریق کشین ببینیم که هر دفعه او اکزیکیوت نمیشه یک دفعه اکزیکیوت اجرا میشه کلمات تولید میکنه و کش میشه کش به این معنی که چندین دفعه او اجرا نمیشه به این خاطر ما یک مثال کار کنیم که مثال در اینجا مثلا ما کار کنیم ریکوار مجهول اخباری مجهول اخباری بعد از او بخار دیگه اینجا خیلی دیگه خیلی مجهول اخباری مثال وقتی register بدون require function basically command ما شما میتونید که فرانت فایل فایل بنوشته بریم منتج میکنم شما میتونید که برای رسیم بزنید هل سلازی یه مثال مرحله مثال مرحله مرحله و institution مرحله institution مرحله اطفال دیگه میشه از دیگه برای جمعه اقتصادی ما فکر کنیم که در اینجا مثلا ما کلاس داریم کلاس و بعد از اون کلاس داریم مثلا کانستیتوشن بعد از کانستیتوشن شروع میکنیم که منطقی است فانکشن ها رو تعریف کنیم وقتی که فانکشن در کلاس باشه اونا به حیث این که نشون مثلا اد و در اد متر پارامتر نداریم که و بی و بعد از این بعد از این mechanism function در از جمع بسازه بعد از مثلا قانون مایره باید روشی کنیم فانکشن و در از در فرم کتی و در اینجا بعد از بعد از مثلا باید A آدم کنیم بعد از این چرا که باید تقسیم نزدیک مثلا ممکن یا ضرب
بس هذا مديرين LUL هذا هذا بس حصل ده في الجو مش عارف يروح يشوفون ككراس ما تعرف كده هذا اللي كده ما إكسبوز وطبعا يكتب مثلا كان كده كويس وجاي بس هي موازنة مثلا بقيت تصاميم أساسا ولا شو صدق ما بهاش اللي يكون خسر الانتظار خب مش عارف كل مشكلة سبعة عشر بعد دي درجة غير توسط المدينة اسقط مثلا في فرنسا exposure ترجمة معمرة موجود التاريخ كريم وغالب موجود تاريخ كريم موجود الكلاسة وفي كلاسة ما اكسبورت كمان بل كل حاجة كده واحد كمان بالفعل دايما الواحد الكل في المساجين هذا اللي كان لكن ترجمة موجود كده تاريخ مثلا بعد كده تاريخ كريم موجودة وجودة برشة واحد مثلا واحد وهذا الدرجة وأكيد وكتيرة مثلا كتيرة من كلام خالص كتيرة بس مثلا اللي حتى مش تقريبا في الكلاس أكثر بس لما بشرب برمجيشة أعطي كيس بتاع مش تمام وبعد دي نتيجة نتيجة مثلا وعن توصل وظيفة وبعد ذلك وظيفة شغل مثلا كيف قال يعني objectives وتريد مثلا كيف نسكت تريد dot عشان تحدث عشان تعرف تقريبا كده قرن تقريبا يعني بسيط في dimensions اوكي نفترض موجود there is a about exploring it there is a very school no one something that موجود one environment more even the
دورانش از اونجور تمام کنسیدش کنشه این رو شما دیدین در اینجا که ما وقتی که از جور فرماجون استفاده میکنیم همیشه باید دات فورورد استفاده کنیم وقتی که اجایی دات فورورد اشنا باشن موجی استفاده میکنه که این خودش یک فرماجون است یا خودش موجود است ولی درام میکنیم میدونیم که کود اجرا شد و پورا جمع کنیم در اینجا که جای از مثلا در اینجا بیاییم از دیواید استفاده کنیم یا استفاده میکنیم مثلا 20 تا تصویر پنج کنیم من دارم تصویر ببریم چهار ما در اینجا چیکار کنیم ماژول زیاده گرفتیم که ماژولی از خودش کلاس است و کلاس ها تعریف کنیم در اینجا بعد از این کلاس ها اکسپورت کنیم اکسپورت به این معنی شد اکسپورت ها ما شما میکنیم که در اینجا جای استفاده کنیم و در اینجا ایمپورت میکنیم و در اینجا یک کنیم در اکسپورت ایمپورت مثلا از ریکواید فانکشن استفاده میکنیم ریکواید فانکشن در اینجا یک سیگنال موجود باشه یا خود ما موجود استفاده باشه باز داخل استفاده میکنیم بعد از داخل ویدیو کنیم بهشون دیدن اینپوت مثلا ترکیشی هست که ما اینپوت و اکسپورت مثلا همچنان میتونیم به جای از اینکه کالکولیشن نگاهی کنیم کلاس بگیریم ما اکسپورت مثلا استفاده من آماده میتونیم تمام کلاس بگیریم یا میتونیم و در اینجا بهشون استفاده کنیم حالا پوره کنیم چگاه میتونیم استفاده کنیم به صورت میتونیم میبینیم که نتیجه رو میتونیم بعد از دیگه موضوع دیگه که بهشون مثلا بگیریم این است که ما در اینجا شما دیدیم که ما باید یک کنیم اکسپورت کنیم یک کنیم تمام کلاس است اگر به جای یک کنیم به جای یک اکسپرشن اگر ما چندین دانه کنیم باید چندین دانه اکسپرشن اکسپورت میسازیم باز ما اکسپورت پراپرتی در اینجا استفاده میکنیم که با اکسپورت پراپرتی یعنی به جای که یک قیمت اکسپورت بسازیم چندین قیمت با اکسپورت ساخته میکنیم مثلا اکسپورت ارد در اینجا باشه میکنیم اکسپورت ارد و بعد از این در و در ارد پراپرتی در ارد پراپرتی میتونیم که این قیمت مشترک مثلا فانکشن دارم ایر فانکشن استفاده میکنم بعد از این چرا اكيد قناتي تبقى ايه كلاس دي اشتغل او بيشتغل مثلا يعني كده مش كده كانت التطبيق الاكسبورت طبعا دي زفت هو قادر مثلا اكسبورت بطريقات مثلا بعد طريقة ايه ممكن تلاقي كما كان يشتغل في اكسبورت ده اكسبورت عشان بيشتغل
بعد يجي A ديفايد هذا يبقى بطل الكتير الموجودة في الوسط والقريب بعد بيكون موجود هذا هو ذريات ما لم object تعريف فكرت هذا هو property exporter استفادة مثلا وقبل ما يخلص استفادة موجودة وإكسبورت كل شيء object بس object ما تفكر هذا إيشون device إذا فكر بريجة بجيب object تعريف كلام كله من properties استفادة مثلا كرينجا مثلا object مثلا Allora, la mia materia, la object, oggetto, la lettura che so che vado su oggetto, vado su non oggetto non c'è una lettura che faccio qua. Allora, lettura che verranno sono la lettura che non fanno per me che no, la sua che non ho. بايش كلام ما استفاد کردن میکنه و همچنان میکنیم اگر object ما کنسول بسازیم object type داریم جانب آبجکت وقتی ما کنسول کردیم به خودش آبجکت هست یک از مطلب داره فانکشن یعنی از فانکشن استفاده حال تغییر مستقیم نمیتونیم توضیح فانکشن رساله به استفاده مثلا عدد استفاده باید و حتی مورد بکشن استفاده حال بدلی که از چجوری استفاده میکنیم استفاده حالا بس لما استفاده کنیم هر مكان بده شبه جنكات ايش عشان نشتغل مالتيبيكيشن مستفادة كده ده مثلا انت ذات قدر طب يشتغل عشان دي تعرف تمثل في مدينة اكسبورت واحد الفوائد مثلا سكيورتي فايل مثلا يكون موجود نتيجة موجود بس بعد دي مثلا الكاشنج شو موجود المرحلة اكسبورت في موجود بس لكن در return and export بعد از execution return and export الفاليوها رو نشون میدم که return and export الفاليوها رو اون نتیجه فوری ماست مثلا در اینجا ما شما multiplication فانکشن استفاده کردیم 20 و 40 پارامتر داریم در اینجا آرگومنت هست آرگومنت ها رو پاس کردیم به فانکشن این آرگومنت ها میاد در add فانکشن و a multiplication که a 20 میشه و b 40 میشه و این اتریش ضرب میشه ضرب شد نتیجهش برای ما شما در multiplication در اینجا نشان داده میشه نشان رو توسط شد در ترمینال برای ما نشان داده میشه دیگر مرحله تشکیل است مرحله تشکیل در ادوات بسیار در اینجا مثلا در مثلا در خود ما تعریف شد مثل developer مثلا مش کنیم مثل developer موجود بعد در اینجا بیایم مثلا ما start exports هر موجود exports در اینجا کام نوشته console.log s execute and code by international موجود الدول استفاده کنیم موجود الدول مثلا هدف خاص موجود طابع که موجود الدول خود میفهمه کنیم که چنان باید بودیم مستقیما بلند موجود ما شما چه میکنیم کار میکنیم در اینجا مثال ما استفاده کردیم که باید باید iya da wanda kuma da hero function kenan
شده فانکشن. حالا شما میخواید چطوری شد فانکشن و این فانکشن رو اکسپورت کنید. در ماژول دوم میایم این ماژول رو اکسپورت میکنیم. این ماژول رو وارد کد ما میشه و بعد از این ماژول رو که کار مثلا معمول و شما بگیم که این چطور کار میشه این را این میگه immediate input function که به صورت خودکاری صورت خودکار می مثلا در اینجا خودش فانکشن میشه. موجود اول در اینجا ما یک فانکشن رو اکسپورت کردیم. وقتی فانکشن اکسپورت کردیم این فانکشن مستقیما در اینجا این خودش یک فانکشن میشه و بعد از اینکه ما براکت اضافه میکنیم به این فانکشن کال میکنیم و فانکشن در اینجا کال میشه که در اینجا مثلا تشکیل داده شده که ما در اینجا مثلا کد پروژه در این ما می‌بینیم که this is developer market یک دفعه اجرا میشه و این this code must execute once این 3 دفعه اجرا شده. شما شاید سوال براتون پیدا شد که این دو دانه لاین کد مثلا این لاین کد و این لاین کد دیگه هر یکش باید 3 دفعه اجرا شده باشه. 3 دفعه اینا کار کردن در اینجا 3 دفعه باید اجرا شده ولی می‌بینیم که این کد اولی یک دفعه اجرا شده و کد دیگه که در اینجا می‌بینیم 3 دفعه این دلیلش این است که وقتی در اینجا ما شما یک موجود اکوار میکنید بار اول موجود اجرا میشه. وقتی اجرا شد بعد از این قیمتش کش میشه. کش به این معنی که در مموری ذخیره میشه و دوباره او کد اجرا نمیشه. مثلا بار اول که در اینجا ما آمدیم این کد ریکوایر کردیم و اجرا کردیم وقتی اجرا شد این قیمت ریکوایر کد میشه این کد اجرا میشه هم این کد اجرا میشه و هم این کد اجرا میشه و این کد شما میفهمید که ما چیزی اکسپورت نکردیم در اینجا این فقط یک دفعه اجرا میشه و قیمت این فانکشن پخش میشه. وقتی پخش شد این وقت ما بیایم این دوباره اجرا کنیم این مثل اولی این تمام فانکشن ماژول اجرا نمیشه فقط قیمت کش برای ما شما نشان میده که قیمت کش که ما میبینیم در اینجا کانسول داشته این قیمت کش است که بار دوم مثلا میگه اجرا میکنه و جزئی که ماژول اجرا شود فقط ما قیمت کش برای ما شما در اینجا نشان میده که مثلا که موضوع مانیده باشید کی بود تمام مراتب فانکشن و چطور مسئله فانکشن و خب موضوعات زیادی روش رو در بخش نوجیس خواندیم و تقریبا موضوع نوجیس در تا قسمت موضوعات مهم بود در بخش نوجیس و بعد از این ما اکسپرس جیس آغاز میکنیم که اکسپرس جیس خودش یک فریمورک نود.js می باشد که بسیار کارهای پیچیده نود.js بسیار به راحتی برای شما انجام میده. قبل از اینکه اکسپرس جیس آغاز کنیم خوب است که یک دفعه ما شما سر بزنیم و اسینکریت که اسینکریت خودش یک معمول البته جاوا اسکریپت می باشد که یک کمی پیچیدگی خود دارد و محبوب است که بخواهید که اونا را برای شما در یک لکچر یا دو لکچر او را برای شما بگویم وقتی که در اکسپرس جیس ما زیاد از اسینکریت استفاده میکنید و شما هم در به صورت دیتیل یا به صورت درست او را آموزیده باشید. قبل از اینکه در بخش اکسپرس جیس بریم خب چون که می‌بینیم وقت جلسه ما کم مانده پس این موضوع رو می‌مانیم برای جلسه آینده